راستی‌آزمایی آمار رو متوقف کردیم. این ما راستی‌آزمایی رو متوقف نکردیم. در واقع هر روز موارد جدیدی به دست ما میرسه و ما در حال راستی‌آزمایی هستیم. ولی ما آمار جدید اعلام نمی‌کنیم. این یک پروسه‌ایه که در واقع زمانگیر هست به خاطر محدودیت‌های اینترنت، به خاطر تغییرهایی که خانواده‌ها متوجه میشه و اینکه استاندارد نهاد حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران بسیار سختگیرانه است و من میتونم بگم که هر روز این راستی‌آزمایی ادامه داره. هر روز موارد جدیدی ما راستی‌آزمایی میکنیم. آمار منتشر نمیکنیم چون با واقعیت بسیار فاصله زیادی داره، ولی میتونم بگم که حتی با همین مواردی که ما راستی‌آزمایی کردیم نیمی از اونها در لیست جمهوری اسلامی نبوده. میدونم البته اطلاعات کامل رو دریافت نکردید، به ویژه که در ایران همچنان ما با خاموشی نسبی ارتباطی روبرو هستیم، ولی در این تاریخ امروز که داریم صحبت میکنیم روز دوشنبه برآورد شما چقدر شد؟ این برآورد ما بر اساس شواهدی که وجود داره، بر اساس اطلاعاتی که از شاهدان علمی از کسانی که